همه امت اسلامی فرض است که عقیده اسلامی را بفهمند. ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم و امت رسول صلی الله علیه و سلم هستیم و نام ما و شما اهل سنت است. اهل سنت به معنای تابعدار به تمام سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجتناب از تمام بدعت و خرافات، همونطور که الله جل شانه در سوره نساء آیت 59 میفرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنیم از الله و رسول، و اولی الامر منکم، اولی الامر از بین شما می باشه و کسی می باشه که به الله و رسول ایمان داشته باشه، در کفر و شرک و ارتداد و نفاق خودش مبتلا نباشه. فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله، هر وقت که در بین شما به چیزی اختلاف کردیم او را برگردانیم به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. اگر شما مؤمن هستیم و به روز آخرت ایمان داریم و این با شما بهتر هست، آینده خیلی خوب داره. و دیگر جا الله متعال در مورد اطاعت سنت رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید در خیلی آیات خیلی زیاد است در قرآن: و من یطیع الله و رسوله، هر کس اطاعت کرد از الله و رسول. و بعض جا میفرماید و من یطیع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت رسول صلی الله علیه و سلم یقینا اطاعت الله متعال است. و روگرداندن از او، پشت کردن به سنت او، به منهج او، به روش او، پشت کردن به وحی آسمانی است و سخن پیامبر وحی است و اطاعت پیامبر الله جل شانه در قرآن عظیم الشان امر کرده. و پس تمسخر به سنت رسول صلی الله علیه و سلم، تمسخر به آیات قرآن و به وحی آسمانی است و این کفر است، چنانچه که الله جل شانه در سوره توبه آیات 65 و 66 بیان میکنه که تمسخر سنت رسول صلی الله علیه و سلم یا انکار سنت انسان مرتد میکنه و انسان از اسلام بیرون میشه. اهل سنت به معنای تابعدار به تمام سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و الجماعه، تابعدار به روش سلف صالحین، یعنی سلف صحابه کرام میگن و صالحین تابعین و تبع تابعین و تا قیام قیامت هر قدر انسان‌های اهل صالح و با تقوا و نیکی شامل صالحین گفته میشه. و در تمام امور دین از افراد و تفرید اجتناب کردن، یعنی در دین اجازه نداریم کم و زیاد بکنیم. پس ما و شما لازم است که عقیده اسلامی را بفهمیم. یکی از کلیات عقیده اهل سنت و الجماعه است که اهل سنت و الجماعه کافر کافر میگه، مشرک مشرک میگه، مرتد مرتد میگه، منافق منافق میگه، فاسق فاسق میگه، مؤمن مؤمن. هر کس را که الله و رسول کافر گفته ما او را کافر میگیم. اگه او را کافر نگیم این به این معنی است که ما به گفته الله شک داریم یا گفته الله را رد میکنیم، نعوذ بالله. هر کسی که الله مشرک گفته، یعنی کسی که شرک اکبر انجام داد، ما او را مشرک میگیم، چرا که به سخن الله عقیده ما و سخن الله باید با هم برابر و مطابقت داشته باشه. و هر کسی که الله متعال مرتد گفته، یعنی کسی که از امور دین انکار کرد یا رشخند کرد یا تمسخر کرد یا با کفار یک جا شد یا قانون کفار دفاع کرد یا با کفار دوستی و تابعداری کرد که به اصطلاح به خانه مسلمان پیدا شده بود و نماز و کلمه هم میگفت، این مرتد میگه قرآن و ما هم این مرتد میگیم، به واسطه که با سخن الله تناقض پیدا نشه و شک پیدا نشه. و هر کس را که الله متعال جل شانه منافق اعتقادی میگفت، منافق اعتقادی کسی است که قلبا کفار دوست داره، با کفار مرتدین و مشرکین همکاری میکنه و از مسلمان ها قلبا بدش میآید و ضرر و زیان مسلمان ها خوش است، این منافق اعتقادی است. و هر کس که الله متعال فاسق گفت، فاسق به این معنی که یعنی کسی که گناه کبیره انجام داد، یکی از فرایض الله را ترک کرد، این فاسق است. قرآن این فاسق میگه و ما هم این فاسق میگیم، به واسطه که در عقیده ما و آیات قرآن تکرر واقع نشه. و هر کسی که الله متعال مؤمن کامل گفت، یعنی کسی که از کفر پرهیز کرد، از شرک پرهیز کرد، از ارتداد اجتناب کرد، از نفاق اجتناب کرد، از فسق پرهیز کرد، یعنی گناه کبیره هم انجام نمیداد، اگه کدام وقت گناه کبیره هم میکرد یا توبه کرد یا خود به حدود الله و نظام شرعی خود تسلیم کرده، پس این مؤمن کامل هست. مؤمن کامل را ما مؤمن کامل میگیم، چرا که او را الله و رسول صلی الله علیه و سلم مؤمن کامل گفته. پس گروه های کفری و ارتدادی و مشرک و ملحد و فرقه های گمراه امروز زیاد است. یک از جمله از نواقض امارت و کفر امارت هم است که امارت کافرها را کافر نمیگه، مشرکین مشرک نمیگه، مرتدین مرتد نمیگه، منافق را منافق نمیگه. الله متعال شیعه را مشرک میگه چون قبر پرستی پیر پرستی اون میگه ابوالفضل عین الله، علی عین الله، امام حسین عین الله. به اصطلاح امامای خود مشکل کشا و حاجت روا میدانه. قرآن میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص الله عبادت میشه و خاص از کمک خواسته میشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کسایی که الله مشرک و مرتد و منافق میگه، اینها اونها را کافر و مشرک و مرتد نمیگن. کسی که الله میگه که این کافر حربی است، دشمن الله است، دشمن رسول است، دشمن صحابه است، با اونا دوست نشدن، با شما چگونه دوست شدن؟ رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام با کفار حربی دوستی نکردن، پیمان نکردن، تابعداریشون نکردن. اگر کردن چرا 50,000 صحابه شهید شده؟
اگر میکردن چگونه اسلام به 56 کشور دنیا رسیده؟ صلح حدیبیه در ابتدا و در وسط اسلام بوده، هنوز قرآن کریم کامل نشده بود. بعد از صلح حدیبیه غزوه بین قریظه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم 700 تا یهودی سر بریده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه با کفار کمی از همسایه‌های خود صلح کردن، نه با مجموعه کفار دنیا. پس یکی از نواقض کفر سری امارت است که اینا مشرک نمیگن، شیعه میگن برادر ماست، مرتدین میگن اینا برادرای ماست. همون حکومت طاغوتی گذشته رو چی میگفتن اینا مسلمان است. خب مسلمان بود، پس شما اینا رو که میکشتین قاتل بودین دیگه. مسلمان کشتن انسان قاتل میشه. اگه اینا مرتد بود، باز دلیل ارتدادشان چی بود؟ واسطه که از قانون دموکراسی دفاع میکردن، از نظام کفار و زیر استثمار آمریکا بودن. پس شما هم کافر مرتد بودین به این دلیل. چرا که شما زیر نظام روس بودین، با انگلیس و با نظام آیسای پاکستان یک جا بودین؟ چرا با حکومت پاکستان جهاد نمیکردین؟ چرا یک هندو، یک مسیحی، یک یهودی و یک طاغوتی نظام پاکستان شما مردار نکردین و نکشتین؟ اینا دلایل صریح هست بر کفر اینها و اینها از جمله اهل سنت و الجماعه گفته نمیشن. چرا که آنچه که الله رسول کفر و شرک و ارتداد و نفاق و فسق میگه، اینا به او شک دارن. وقتی که اینا با الله و رسول شک دارن، چگونه مورد تصدیق مسلمین و مؤمنین باید باشن؟ والله بالله ثم تالله، این گپایی که میزنم اینا تعصب نیست. اینها رو خوب دلایل علمی سری مثل شب و روز بری به اینا یقین دارم که اینا در کفر و شرک و ارتداد آغشته هستند. و اگر کسی کافر و مشرک و مرتد است، باز او را تکفیر نمیکنی، به این معنی است که یعنی تو به چیزی که الله کفر گفته و شرک گفته و ارتداد گفته تو شک داری، پس خودت در کفر واقع میشی. پس تکفیر نکردن اقسام کفر انسان کافر و مشرک میسازه. انسان باید هم در مورد کسی که تحقیق علمی داره و معلومات داره درباره کفر او اسناد داره، باید کفر او را کفر بگه، ایمان او را ایمان بگه، هر کس که اهل ایمان هست. پس یکی از نواقصی بزرگ منهج امارت طالبان که در کفر و شرک و ارتداد واقع هستند همیست که خلاف عقیده اهل سنت و الجماعه است. عقیده اهل سنت و الجماعه است که هر عمل و حکم در جا و در وقتش تطبیق میکنه و بیان میکنه. یعنی کسی کفر انجام داد کافر میگه، کسی ایمان انجام داد مؤمن میگه، در صورتی که از کفر و شرک و ارتداد پاک باشه. الله متعال به ما شما توفیق بده که ما شما عقیده اسلامی را بفهمیم و یاد بگیریم و به این عمل بکنیم.